میکنه اون داره کمال احتیاط رو خرج کنی که روشن نشه. نه برو تو بازی تو بکن بعدش فیلم تو ببین. بعدی بازی کن مامان. چی شد؟ من فقط دارم باسن تو میبینم. حالش خوبه در بقیه؟ قشنگ جاشو محکم کن اونجا. حالا شد. اسمش چیه جارو برقی شما؟ هتی. جارو برقی مامان اسمش هنریه. قرمز هنریه، صورتیه هتیه. حالا توضیح بده واسه مامان این جارو برقی ها چی کار میکنن؟ بعد چی میشه وقتی روشن میشه؟ آشخالا در میشه. آفرین. هتی هم جاروها رو آشخالا رو جمع میکنه. خب نمیخوای امتحانش کنی روشنش کنی؟ نمیخوای جارو کنی باهاش یه خورده ببینی چی میشه؟ میخوای؟ نه دیگه مامان نخشو بکشی هتی از اون بالا میفته برای اینکه اون میچرخه هتی رو میندازه. یه بار امتحان کن ببین میفته. نه اندازش. گفتم اگه اون سیمه رو بکشی میفته. امتحان کن. حالا دیگه خودت با دست انداختی تیکه های توش بشکنه دیگه کار نمیکنه ها. بذارش جلوی تلویزیون پلو چوچو ترینت بذارش که نیفته. روشن بشمش. میخوای باتریاشو در بیارم که روشن نشه؟ خیالت راحت بشه؟ دوست داری؟ باش. نه. توش باشه؟ من اینو باید بیزایی بزرگه بازاری بیزایی اینجا میفته بارمه داغون میشه؟ درش کنده میشه نه؟ درش وارده بله. آیدا جون اون ماشینه رو که الان تو خیابون دیدیم داشت چی کار میکرد؟ قرمزه. ماشین بزرگه داشت ماشین کوچیکه رو چی کار میکرد؟ انگلیسیش چی میشد گفتی؟ گفتی ماشین رو داره چی کار میکنه؟ دفعه اول چی گفتی؟ گفتی ره چی کار میکنه؟ مثل دنی داگ چی کار میکنه؟ توده میگه توده رسکیو. بگو رسکیو. آفرین. بیا ببین این هنری هتی